عبیدالله میرزایف 77 ساله هر صبح به گذرگاه زیرزمینی نزدیک سو می‌آید. خانه او در 25 کیلومتری دوشنبه در دهه قهرمان ناحیه حصار واقع است. 20 روز می شود او دیپلم و افتخارنامه‌های خود را گذاشته به راهگذران پیام می‌فرستد. من این 14 سال در خود تاجیکستان در برآمد کرده یکم از سه نمود سپورت. همه این دیپلم و افتخارنامه‌ها نتیجه تمرین و غالبیت عبیدالله میرزایف بوده است. او دوام 14 سال سر از سال 1959 تا سالهای 73 قهرمان تاجیکستان آید به گشتی کلاسیکی بوده است. سال 1960 در شهر رستاف لبیدان روسیه بین کشورهای سابق شوروی مقام سوم را اشغال کرده است. او میگوید در گشتی ملی و طرز آزاد نیز برآمد میکرد و به قول خودش در وزن او در تاجیکستان کسی به وی برابر نمیشد. هیچ که مرا غلطاندن نمیتوانست، لیکن ترینرم میترسید گاه که تبرش میرزایف в Душанбе один сильный человек пришел, тебя выиграет, наверное. Я савол дадам тренерам, да. Владимир Петрович, он курит или нет? Да, курит. Не беспокойтесь, я его выиграю. این پیرمرد میگوید هدفش طالبندگی نیست. گرامتهم که میمونم انا تشویقات میکنم که جوانای حاضر زمان تشویقات میکنم که شما هم نوره هم بچه هم مشق کنین و با مشق آبروی خلق تاجیک بلندترین قله برارین. همین فکر میکنم که همین مسافر وقتش که مهنت کرده چی سپورتسمن شده امروز که برجامونده یاردمش میکنیم یگام سومه پرتویم. آن کمکی که جوانان با عبیدالله میکنند یک قسم خراجات عائله‌اش را میپوشاند. زنم کار میکنه 400 سوم پول واید میکنه. انا که اینجا اومده تشویقات سپورت میبرم که پهلوان بابام پهلوان بوده تقوم پهلوان بوده گفته من با 1 سوم 2 سوم 3 سوم میپرتایم. عبیدالله میرزایف 85 سوم نفقه میگیرد. ترس دوشنبه ремстрой گفتنی جا производственный технический отдел да کار میکردم و کارهای همون 21 میلیون دکومنتات را تفتیش میکردیم با امضا می‌نوشتیم. اداره ها پیسم زیاد نکردند. او در کوچه ها از ورزش و طرز سالم زندگی ترغیب میکند و این عملی او به پاداش نمیماند.